سلام. امروز میخوام بهتون طبق قولی که داده بودم جای ادرار و مدفوع سگا رو یاد بدم به راحت ترین روش ممکن. پس بیایید با من ببینیم ویدیو رو. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش سگ. اول اینو بهتون بگم که من مریض بودم، هنوزم هستم. یه کوچولو تب و لرز دارم. اینم برمیگرده به اون مهمونی کریسمسی که ویدیوشو گذاشتم، دیدید؟ برمیگرده به همون موقع. یکی توی مهمونی مریض بود، هممون رو مریض کرد. از اون روز تا الان من افتادم. قیافم هم میبینید اینجوری نحیف شدم، ضعیف شدم، به خاطر همین مریضی است. به بزرگی خودتون ببخشید. حالا با این حال مریضم اومدم بهتون آموزش جای ادرار و مدفوع بدم که قبلا قولش رو داده بودم. اولین نکته‌ای که مهم بود بدونید در مورد سگ سطح انرژیش بود که اصلا قبل از اینکه بخواید بخریدش. حالا شما سگ رو خریدید، میخواید بیارید خونه، مهمتر از هر چیزی اینه که قبل از اینکه اصلا برید سگو بیارید بلد باشید که به سگتون یاد بدید که کجا جیش کنه، کجا پیپی کنه. شما باید بلد باشید این مسئله رو که به سگتون یاد بدید. فکر نکنید سگ اتوماتیک میاد بهش میگه اینجا جیش کن، اونجا پیپی کن، اونم میگه خب اوکی دیگه تموم. نه، شما باید به عنوان سرپرست بلد بشید و بهش یاد بدید. 2 تا راه ساده واسهتون آوردم که هر کسی با هر سلیقه‌ای، با هر شرایطی بتونه از یه دونه از این راه‌ها استفاده کنه و مشکلش رو حل بکنه. آموزش جای مدفوع و ادرار سگا چند تا روش متفاوت داره. هر مربی ممکنه یه روش بهتون بگه، ولی من طبق تجربیاتی که داشتم و سوالهایی که داشتید و مشکلاتی که از سرپرست دیدم، به نظرم این روشی که الان میخوام بهتون بگم راحت ترین و سریع ترین راهیه که شما میتونید به سگتون جای دستشوییشو یاد بدید. اول از سگای خیلی کوچولو شروع میکنیم، مثلا توله 2 ماهه. خب شما حالا توله 2 ماه خریدن یه خورده به نظر من بیشتر صبر کنید، حداقل بذارید سگ 3 ماه بشه بعد بخواید برید خریداریش بکنید. میگم بهتون چرا. اگر سگ خریدید که 2-3 ماه به پایینش بود، این بهترین روشیه که میتونید بهش جای دستشویی رو یاد بدید. اولین نکته‌ای که باید دقت بکنید اینه که بچه‌ها قبل از اینکه سگ رو بگیرید شما خودتون این آموزش رو یاد بگیرید که لحظه‌ای که میاد استارت اومدنش با این آموزش رو بخوره، که گیج نشه 3-4 جا خرابکاری بکنه، بعد شما حالا درگیر بشید اون رو جمع جور بکنید پوش بمونه و هزار تا مسائل دیگه که یا خانواده‌هاتون بخوان اعتراض بکنن. وقتی بلد باشید این درصد خطای سگ خیلی میاد پایین و اعتراض خانواده‌هاتون کمتر میشه، راحت میتونید سگ داشته باشید. ولی اگر سگو بیارید بعد تازه بخواید یاد بگیرید قطعاً به مشکلات خیلی زیادی برمیخورید. اینو یادتون باشه. سگ‌ها تا تقریباً 7 ماهگی، بین 5 تا 7 ماهگی زمان میبره که مثانه‌شون سفت بشه، یعنی عضلات مثانه بخواد خودش رو جمع کنه بتونه ادرار رو نگه داره. خب پس اگر زیر 7 ماه هست سگتون، یه ذره بعد انتظاراتتون رو بیارید پایین‌تر. دست خودش نیست، عضله سفت نیست، یعنی حتی اگه بلدم باشه تا جایی که شما بهش آموزش دادیدن بره ولی تو مسیر یه خالی بکنه، نمیتونید زیاد ازش ایراد بگیرید، به خاطر اینکه اون هنوز عضلاتش سفت نشده، نمیتونه نگه داره. بلد هست ولی نمیتونه نگه داره. یه سری چیزا رو بعد واسه توله ها در نظر بگیرید. توله ها بعد از غذا، بعد از خواب، بعد از بازی و در حین هیجانی شدن جیش میکنن. خب رها میکنن خودشونو. حالا شما به عنوان یه سرپرست آگاه و حواس جمع این تایما رو باید توی سگاتون بدونید. غذاشو خورده، به حال خودش دیگه رها نکن. اون الان غذاشو خورده، باید نهایتا 1 رو بعد غذا خوردن تخلیه میکنه خودشو، پس اون 1 رو بعد حواست بهش باشه. حالا هر سگ یه جوره، میبینی یکی مثلا بلا فاصله بعد غذا خوردن کارشو میکنه، یکی میبینی تا 10 دقیقه 1 رو صبر میکنه. اینا برای توله هاستا که دارم میگم، همشون زیر 3-4 ماه، زیر این تایما هستش که همچین عکس العملایی دارن. بعدش کم کم این هی تایمش بیشتر میشه، عوض میشه. تایمایی که بهتون گفتم و حتما یادتون باشه و سگتون زیر نظر بگیرید که خطای اضافه نکنه.
حالا کجا باید دستشویی بکنه اصلا؟ ببینید شما سگ رو میارید خونه، پاپی کوچولو، همه اعضای خانواده باش آشنا میشن، بازی میکنن، سگ ذوق میکنه، آشنا میشه. این آشنایی اتفاق میفته. به محض اینکه تموم میشه هیجانا، خوابیده میشه، سگ شما باید بدونه که بره تو جای مشخص خودش بمونه. اون جای مشخص پارک سگ. خب حالا میتونید یه اتاق هم در نظر بگیرید، میتونید پارک سگ هم باشه، ولی من اگر سگتون جای دستشوییشو بلد نیست، پیشنهادم بهتون پارک سگ بگیرید. حالا به اندازه جثه سگتون. اگه سگتون کوچولوه، پارکای نیم متری. اگه بزرگه، چند ماه دیگه میپره بیرون از اون، قدش بلندتر میشه، 1.5 متری بگیرید که نپره ازش در بره. سگ رو توی اون قرار میدید، جای خوابش رو میذارید، جای آبش رو میذارید و جای غذاش رو. حتی جای غذا همیشه نباید باشه، اما ظرفش همونجا باشه اوکیه. بقیه محوطه‌ای که میمونه توی پارک سگ رو شما پد میچینید، پد ادرار، که الان عکسش رو اینجا میذارم که بدونید. پد ادرار میچینید. سگ انتخاب میکنه بالاخره روی یه دونه از بیشتر سگا توی جای خوابشون دستشویی نمیکنن مگر به شرایط مشخص که حالا اونم دلیل خاص خودشو داره، میگم تو آینده بهتون. سگ بالاخره روی اون پدا دستشویی میکنه. خب شما زیر نظر میگیری، میبینی روی کدوم پد بیشتر ادرار کرده. خب اون پد جایگاهیه که خود سگ مشخص کرده میخواد اونجا ادرار بکنه. شما شروع میکنید از سمت دیگه که سگ ادرار نکرده روش، انتخابش نبوده، دونه دونه پدا رو برمیدارید. نه اینکه تو یه روز بیاید همه پدا رو بردارید، نه. اصلا اگر میبینید سگتون یه ذره مثلا شرایط عوض میشه، لج میکنه، جای دیگه دستشویی میکنه، باید این کارو جوری انجام بدید که سگتون گول بخوره، اصلا متوجه نشه این اتفاق داره میفته و یه پد کم شده یا یه همچین اتفاقی افتاده، مثلا با تا زدن، با کوچیک کردن اون پد، بد برداشتنش. خب امتحان کنید سگتون رو، ببینید با چه عکس العمل نشون میده. یه پد رو برمیدارید، دوباره میبینید تو کدوم انتخاب میکنه. اگر باز انتخابش همون بود، دونه دونه پدایی که روش ادرار نکرده حذف میشه، میمونه پدایی که انتخاب کرده. بین اون پدا باز خودش یه دونه رو بیشتر میخواد. خب اونی که بیشتر میخواد و اینا، این پدا تو روز عوض میشه ها. اون جایگاهیه که سگ انتخاب میکنه، ربط به پد نداره. پس فکر نکنید پد قراره بمونه تا یاد بگیره، نه. هر روز باید عوض بکنید یا هر 2-3 تا جیشی که میکنه عوض بکنید، ولی بین اینا یه پد رو انتخاب میکنه. در نهایت این پدی، 2 تا پد، حالا 2 تا پد، 3 تا پدی که در نهایت میمونه رو شما به مرور تو طول روزهای متفاوت آروم آروم اونی که انتخابش کمتر بوده رو حرکت میدید، نزدیک میکنید به اونی که انتخابش بوده. یعنی این 2 تا پد کم کم میشن یه دونه، بدون اینکه سگ بفهمه. یعنی گولش میزنید، آروم آروم این فاصله عوض میشه که سگتون متوجهش نشه و در نهایت انتخاب میشه یک پد. حالا این به این معنی نیستش که تمام تایمی که سگتون داره یاد میگیره، حالا ممکنه بین 5 روز تا 14 روز زمان ببره یادگیری، بسته به تمرین هایی داره که خودتون انجام میدید باهاش. به این معنی نیستش که تمام تایم رو بخواد توی باکسش بگذرونه، توی پارکش بگذرونه. وقتی که جیش میکنه میتونه بیاد بیرون به چرخه 1 ساعت، نیم ساعت، دوباره برمیگرده سر جاش، استراحتشو میکنه، جیششو میکنه، دوباره میاد. یعنی هر باری که سگ شما جیش میکنه در پارک باز میشه، میاد یه چرخ میزنه، باز زیر نظر شما. ول نکنید به امون خدا، فکر کنید یه بچه آوردید. قرار نیستش که بهش توجه نکنید، بگید واسه خودش بزرگ میشه. نه، این اتفاق نمیفته. ممکن از انقدر خرابکاری بکنه تو خونتون که نتونید جمع جور کنید و خسته بشید ازش. خب پس همیشه مثل یه بچه باید زیر نظر گرفته بشه تا آموزشش تکمیل بشه. اون موقع دیگه خودش میدونه که چیکار بکنه، نیازی نیست زیاد بخواید فوکوس بکنید روش، میتونید به زندگی عادیتون برسید. ولی این ممکنه حتی 2 ماه هم زمان ببره که بخواید فکرتون رو بذارید پیش سگتون، حواستون پیش سگ باشه، تمرین‌ها رو انجام بدید تا بخواد کامل یاد بگیره. این مدل برای سگ‌هایی که بین 2 تا 4 ماه رو دارن، 5 ماه هم میشه حساب کرد، ولی 2 تا 4 ماه بهترین تایمیه که با این مدلی که کل پارکشون پد باشه بتونن آموزششون رو بگیرن و خیلی هم راحت واسهشون اتفاق بیفته. اگر سگتون بالای 4-5 ماه هست، مدلش فرق داره، از همون پارک استفاده میشه ولی به یه شکل دیگه.
سگ وقتی سنش میره بالاتر مقدار ادرار و مدفوعش بیشتر میشه. حالا این شمایید که تصمیم میگیرید همچنان میخواید رو پدریش بکنه، میخواید ببریدش تو همون کارشو بکنه، یا میخواید ببریدش بیرون کارشو بکنه. خب مثلا ادرار و مدفوع سویتی خیلی زیاده، من اصلا نمیتونم براش پد بذارم، یعنی یه دونه پد برای یک بار ادرار کردنش کافیه و انقدر زیاد میشه که اصلا ممکنه بزنه بیرون ازش. به خاطر همین من انتخاب کردم وای دختر مامان سلام اصل مامان، من انتخاب کردم که بره بیرون کارش رو انجام بده، روزی 2 بارم میبرمش. ولی شما هر جوری که شرایط زندگی خودتون هست انتخاب بکنید. روش دوم به این شکله که شما جایی که انتخاب کردید برای ادرار و مدفوع سگتون رو، مثلا حموم رو انتخاب کردی، خب یه ذره شرایطتون رو سخت‌تر میکنه چون دست و پاگیره این کاری که میخواید انجام بدید، ولی خیلی زود جواب میده. یه دونه از میله های پارک سگتون رو برمیدارید جلوی، یعنی خالی میشه دیگه، این درش میشه در حمومتون یا در توالتتون، جایی که انتخاب کردید که سگتون بره اونجا دستشویی بکنه. یه ور چسبیده میشه به اون، یه درم داره که به سمت حالا بیرون باز میشه دیگه، پذیرایی حالا هر جایی که هستید به اون سمت باز میشه. شما زمانی که وقت غذا دادن سگت میشه، خب وقت استراحت سگت میشه، باید بهش بگی توی اون پارک باشه. خب دری که به دستشویی هم باز باشه ها، اصلا نیازی نیست اون بسته باشه، ولی این دری که شما سگو داخل پارک میذارید باید بسته باشه. آب و غذاش هم توی همون پارک بخوره. چرا؟ چون وقتی غذاشو بیرون بخوره شما بذاریدش تو پارک، فکر میکنه زندانیش کردید، احساس خوبی بهش دست نمیده، لج میکنه، ممکنه حتی دستشویی هم نکنه. اون پارک باید همیشه برای سگ، چه تو مورد اول چه الان، جذابیت خاص خودش رو داشته باشه، شیرین باشه، خوشمزه باشه، خوراکیاش اونجا بخوره، استراحتش اونجا باشه، جایزهای خوشمزه‌شون اونجا بخوره، غذاشون اونجا بخوره. یعنی اون پارک باید واسش خیلی جذاب باشه که این کار بخواد سریعتر اتفاق بیفته، این آموزش‌ها براش سریعتر پیش بره. بعد شما چیکار می‌کنید؟ غذای سگتون رو اونجا میدید. همونجوری که بهتون گفتم بعد غذا همیشه سگای دستشویی میکنن، حتی تو سنین بالاتر، ولی ممکنه اون تایمه بیشتر باشه، مثلا نیم ساعت بشه، 45 دقیقه. خب ولی در هر صورت این اتفاق واسهشون میفته. پس شما کاری که انجام میدی، غذای سگتو توی همون پارک بهش میدی، جای استراحتش هست، جای خوابش هست، ولی انقدر فضاشو بزرگ نکنید که بتونه به چرخه یه جا رو انتخاب کنه واسه دستشویی کردنش. یعنی یه حدی باشه که فقط ظرف آب و غذا و جای خواب بزرگش باشه که روی اون دستشویی نکنه. برای دستشویی کردن مجبور باشه مکان جدیدی رو انتخاب بکنه و بره تو همون. یه در به سمت همون بازه دیگه، یه در از پارکش میره تو همون. به محض اینکه اونجا ادرار میکنه و مدفوع میکنه شما بهش جایزه میدید. حالا برای اینکه این روند رو سریعتر پیش ببرید میتونید مقداری از ادرار، اگر سگتون نر هست، مقداری از ادرار روی ذره دیوار حمومتون بزنید که بره اونجا رو بکنه، روش تکرار بکنه، ادرار بکنه و یاد بگیره. به محض اینکه ادرار کرد یا لندش جایزه میدید. یا میتونید حالا اگه دختره مثلا یه تیکه از زمین ادرارش رو بمالید، اون بو توی بینیش باشه و بخواد اون کار رو انجام بده. به محض اینکه دستشوییشو کرد در پارک باز میشه، از اون در میاد، میره بیرون، واسه خودش میچرخه، بازیشو میکنه. بعد هر زمان که دوباره تحت نظر گرفتید یه مدت قطعا سگتون دیگه میتونید دیگه که یا دستشویی میکنه. زمانی که تشخیص دادید دوباره زمان دستشویی، این اتفاق تکرار میشه، فقط دیگه غذای داده نمیشه، همونجا میمونه واسه خودش تا انتخاب کنه بره توی حموم یا دستشویی ادرارشو بکنه. بعد دوباره میتونه بیاد توی خونه آزاد باشه. یعنی زمان واسش میذاری. پارکو نذارید تو حموما، این اشتباهو نکنید و بعدم بیاید این زیر پر بشه. برای چی بخواید زندانی کنید سگو؟ نه بچه‌ها، پارکو تو حموم نذارید. یک در به سمت حموم باز میشه، یک درش هم به سمت بیرون باز میشه. حالا عکسشو باز اگر پیدا کنم چیزی براتون اینجا میذارم که بدونید چه شکلیه، اشتباه انجامش ندید. اینم میشه روش دوم. سگتون به مرور یاد میگیره، به مرور یعنی اگر درست انجام بدید. این روشی که بهتون گفتم نهایتا 2 روزه. یعنی من شاگردایی داشتم که توی 1 روز هم یاد گرفته سگش که چه کاری باید انجام بده و کجا باید دستشویی بکنه. این میشه روش دوم. روش سوم روشیه که من خودم برای سویتی انجام دادم و خیلی هم راحت بوده.
سویتی بیرون دستشویی میکنه. سگایی هم که جثهشون بزرگه ترجیحاً بیرون دستشویی کنن بهتره، برای اینکه خودتون کمتر اذیت بشید. اون مقدار حجم دریاچه جیششون رو بخواید جمع بکنید یا این همه پیپی بخواید جمع بکنید و پوش تو خونه بچرخه، بیرون باشه راحت تره. ولی اگر سگتون کوچیک زیر 7 ماه فعلا نمیتونید بیرون رو بهش یاد بدید مگر اینکه حیات داشته باشید، چون نمیتونه خودش رو نگه داره. اگر بالای 7 ماه عضلات مثانه صفر شده میتونید این روش رو روش به کار ببرید که شما همین روندی که گفتم در نظر بگیرید که غذا میخوره که دستشویی میکنه. در هر صورت شما باید سگتون رو چند روز زیر نظر بگیرید ببینید که دستشویی میکنه. خب انتخابش چه ساعتاییه، بدنش چه زمانایی میخواد این کار رو انجام بده. توی این روش هم همینه. هر زمانی که دیدید سگتون نزدیک ادرار کردنشه به سمت بیرون میبریدش. ممکنه حتی تو راپله این کارو بکنه، اشکال نداره، اصلا دعواش نکنید. ما اول میخوایم بفهمیم تو خونه نباشه، کم کم اونا اصلاح میشه، بعد میره بیرون دیگه کامل خودش رو نگه میداره تا دفعه بعدی که بخواید ببریدش. اما نیاز هست برای دفعات اول که دارید استارت این کار رو میزنید تعداد دفعاتی که بیرون میبرید زیاد باشه، یعنی 4 بار 5 بار رو ببرید، بعد کم کم بکنید 4 3 2 ولی رو 2 نگه دارید. سگ‌های جثه بزرگ یعنی بزرگتر از سویتی باشه میتونن خودشون رو تا 24 ساعت نگه دارن. سویتی هم میتونه ولی من دوست ندارم، یعنی زمانشو دارم این کارو براش انجام میدم، روزی 2 بار میبرمش. گاهی اوقاتم مثلا خودم کار داشته باشم کار نداشته باشم 3 بارم میبرمش. اوایل باید تعداد دفعات زیاد باشه ولی بعدش میتونید کم بکنید. من بهتون پیشنهاد نمی‌کنم کمتر از 2 بار تو روز بکنید چون بالاخره سگ اذیت میشه دیگه. اینجوری میتونید خیلی راحت بیرون از خونم بهش یاد بدید که دستشویی بکنه. پس ببینید مسئله دستشویی کردن سگ خیلی ساده است، اما بیشترین مشکلی که شما باش به مشکل میخورید با سگاتون این هستش که سگو میارید ول میکنید تو خونه واسه خودش، بعد انتظار دارید بره جایی دستشویی هم یاد بگیره. نه، همیشه یادتون باشه سگ‌ها تا لحظه ای که با ما زندگی میکنن، لحظه ورودشون تا لحظه ای که ما زندگی میکنن باید طبق قوانین خاصی زندگی بکنن، وگرنه همین سگ مؤدب 1 هفته فقط کافیه که روی نظم زندگی نکنه، میشه اصلا یه سگ ناهنجاری که هیچ کسی هم نمیتونه جمع جورش بکنه. پس این شمایید به عنوان سرپرست که تصمیم میگیرید سگتون چه نوع سگی باشه. اگر بیاید یرخی ولش کنید تو خونه، معلومه پایه مبل میجوه، دستشویی میکنه همه جا، از سر کولتون بالا میره، لباساتون رو پاره میکنه، هر کاری میکنه، چون اصلا کسی نگفته این کار بده این کار خوبه، چه قانونی تو این خونه هست، تو میتونی اصلا این کار اینجا بری نمیتونی بری، هیچی بهش نگفتید و همین باعث شده که سگ شما هر جایی برسه دستشویی بکنه، روی لباس مهمون قلم رو بذاره. حالا اینا چیزاییه که من بیشتر در موردش توضیح میدم، مخصوصا اینکه چه سگی بگیرید، نر براتون خوبه یا ماده خوبه، اینا همه چیزایی هستن که اگر ندونید و انتخاب بکنید بعدا ممکنه به چالش کشیده بشید. پس آگاهانه سگ بیارید، آگاهانه آموزشاشو یاد بگیرید که مشکل نخورید با سگتون، بتونید یه سگ درست حسابی تربیت بکنید و از داشتنش هر دوتاتون از داشتن همدیگه لذت ببرید. خب اینم از آموزش جای ادرار و مدفوع سگا. خیلی ساده بود. اما جلسه بعد میخوام در مورد گاز کردن طول سگا صحبت بکنم. همه اونایی که طول سگ دارن این مشکل رو دارن، سگاشون گاز میکنن، دست و پا و لباس و بازیاشون وحشیانه میشه. اونو میخوام بهتون بگم انقدر راحت میتونید این مسئله رو از بین ببرید که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید، اما این مسئله رو برای شما بزرگ میکنن که انجام دادنش براتون سخت بشه، بتونن پول بیشتری ازتون بگیرن تا سگتون رو آموزش بدن. پس گول نخورید، همه این اتفاقا خیلی آسونه، فقط کافیه تمرین داشته باشید با سگتون و به حال خودش رهاش نکنید. یه سرپرست آگاه باشید. خیلی دوستتون دارم، مرسی که با هم تا اینجا بودید و بوس بهتون.